مهمان امروزه من رهبر ҳизбе است که در آخرین سالهای بقای اتحاد شوروی در برابر حزب یکتاز وقت قد علم کرد و نظام یک حزبی تاجیکستان را شکست. در سالهای جنگ شهروندی هم این حزب یکی از بخش‌های اساسی اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک را تشکیل می‌کرد که سال 1997 با حکومت صلح بسته بود. اما بعد از این حزب شیوه و فرازی‌های زیادی را پس سر کرد. سال 2005 رهبر حزب دموکرات محمد روزی اسکندرov بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شد. حزب هم به چند گروه یا جناح تقسیم گردید. منتقدان میگویند بعد از سال 2005 حزب دموکراتی تاجیکستان از یک حزب مخالف به یک حزب رو به حکومت تبدیل یافت. مهمان امروزه من ساidҷаъفар усмонзода رهبر حزب دموکرات و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر می باشد. جناب اسمانزاده خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال یکمی من از شما این است که چرا فکر میکنید که محض باید شما پرزیدنت تاجیکستان باشید؟ ببینید، من امروز عقیده من، مثلا موقع من، این موقع حزب است، برنامه و آیین‌نامه حزب است. ببینید، انجمن حزب به قرار آمد که نامزدی من رو پیشنهاد کند. این پیشنهاد از طرف سازمان‌های محلی حزب، شهر و ناحیه و ولایتی حزب پیشنهاد گردید. در شروع سیاسی تاریخ 16 آگوست بررسی گردید و این موضوع در انجمن چطوری که شما شاهد هستین مطرح گردید و با اکثریت اواسو من رو، یعنی همچون نامزد به منصب پرزیدنتی در سبقتی پرزیدنتی پیشنهاد نمودند. یعنی چرا باید شما فکر میکنید که شما باید پرزیدنت تاجیکستان باشید؟ خودتون هم طرفداری کردید؟ یعنی ببینید، ما موقع یک حزب اولین که معرفی میکنیم. وجود داشتن حزب‌های سیاسی در نظام یک دولت خود این نشان دموکراسی است، یعنی موقع گوناگون اندیشی است. ما نظامنامه و ما آیین‌نامه و برنامه خودمان رو داریم. رشد تاجیکستان رو با دید خود میبینیم. یعنی من چطوری که در انجمن ابراز کردم، ما تمام موفقیت‌ها و پیشرفت‌های جامعه رو اعتراف میکنیم. میبینیم که خب در طول 29 سال کارهای زیادی انجام یافته است. نوابسته از همه مشکلات داخلی سیاسی و بیرونی و دیگر. خب در همین پلتفرم رشد ما میخواهیم سر کرده از جبهه اقتصادی که منبع اساسی تغییر دادن تمام نظام دولتداری و دیگر اجتماعیات فرهنگ دیگر وابسته است. خب از همین نظام سر کنیم. ما درباره برنامه پیش از انتخاباتی شما حتما برمیگردیم و سوالم حالا این است که تخمینتون چگونه است؟ چند درصد در انتخابات رأی خواهید گرفت؟ خب این انتخابات نشان میدهد مردم، نگاه مردم برنامه ما را چقدر قبول میکنند. ممکن است که مردم مثلا با برنامه حزب خلق دموکراتی بیشتر باور داشته باشد. ممکن با برنامه حزب اگراری یا که دیگر حزب مثلا. خب ما برنامه خودمون البته این در دوشته اونای نیلگون شبکه‌های تلویزیونی معرفی میکنیم. یعنی اون برنامه مفصل می شود. یعنی جایهای اساسی برنامه رو به مردم پیشنهاد میکنیم. خب دیگه انتخاب از مردم است. شما سومین نفری هستید که همین پاسخ را میدید. پیش از شما رئیس حزب اگراری و حزب سوسیالیستی تاجیکستان همین پاسخ دادن که خب انتخابات هر چیزی باشد. من یک سوال داشتم که چرا شما و رهبران و دیگر نامزدها درباره غلبه خود با اعتماد سخن نمیگویید؟ من نشونم که شما گفت که بله ما برنامه داریم و ما غلبه میکنیم در انتخابات. من مثلا اسکندر مکدونی نیستم که مثلا بگم که من 100,000 لشکر دارم اومدم همین شهر غصب کردم میگیرم. من در درون شعوری مثلا موقع شهروندان نیستم. من نمیدونم در دل مثلا مردم چی گپ است. همین مردم چی میگوید؟ همون رفته کی را خط میزند، کی را میماند. این موقع حق حقوق وای است. من نمیدونم که انتخابات در کدام شکل میگذرد. من نمیدونم انتخابات در کدام سطح میگذرد. پیشگویی کردن این به فکر ندرست است. گپ در سر اون است که پیشنهاد مشکلات مردم، برنامه چقدر به مردم مثلا پیشن میآید. ما مشکلات مردم بررسی کرده میتونیم، پیشنهاد کرده میتونیم، کمبودی زیر ساختارهای حکومت گفته میتونیم. گپ در سر این میرود. برای همین خب نظام امروزه در یک شکل، در یک مثلا مقداری به ما امکان داده است که با شما صحبت کنیم. اما منظورم این بود که در انتخابات های پرزیدنتی دیگر کشورها، ما کشورهای غربی را نمیگم، کشورهای نزدیک به
تاجیکستان بسیاری نامزدها مثلا در قرقیزستان نامزد رئیس جمهوری فعلی عمربک گوبانوف قطعا گفت که من غلبه میکنم، هرچند شکست خورد گفت من غلبه میکنم با قطعیت. اما ما چنین چیزی رو از نامزدهای انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان نمیشنویم. منظور سوال من همین بود. خب ما فکر میکنم که این شکل درست‌تر است. هر کسی میگوید که من قطعا دیگه هم را غالب میبینم، این کم درست است. برای اینکه بغیر از ما آدمانی باسوادتر هم هستند، آدمانی باز سیماش خوبتر هم هست، امکانیت‌های دیگری اقتصادی و ذهنی و دیگر امکانیت‌ها دارن. برای چی ما هیچ کس به نظر نمیگیریم؟ ما همه را باید به نظر بگیریم، موقع خودمون رو به مردم پیشنهاد میکنیم. ما از خودمون باور داریم، برای همین در این سبقت وارد میشویم. شما در انجمن حزب گفته یک نکته برامتان همین بود که طرفدار دولتی کردن بعضی تجارت ها هستید. کدام نمود تجارت ها به نظر شما باید منپول دولت باشند و چرا؟ کفیل اساسی وجود داشتن یک دولت، ثبات و آرام، دادن امکانیت‌های رشد، ایجاد قانون‌هایی که برای رشد مساعدت میکند، اساساً حکومت است، زیر ساختارهای حکومت است. چون که در دست حکومت فشنگ‌های زیاد است. فشنگ‌های زیاد است. از این رو وقتی که قسمی آسیب پذیر جامعه، مردمی عادی، قسمی تاجر میانه و تاجری که مثلا به یک تجارتی مینیمالی مشغول است که روش میگذراند، مثلا نفقه خورها، معیوبان، مثلا قسم دیگر احتیاجمند جامعه که اساساً مبلغ گذاری از بودجه می شوند و سیستم و مکانیزم های دولت اونا رو نگهبانی و پشتیبان میکند. یعنی در قسم درآمد بودجه باید مبلغی بسنده باشد. امروز مثلا بلاک اقتصادی، مکانیزم کاری بلاک اقتصادی مثلا مطابق ارزش هایی که ما در نظر داریم مطابق ارزش ها نیست. اکنون شروع از همین 3-4 سال آخر باید مکانیزم اداره بلاک اقتصادی باید با کلا باید تغییر بیابد. برای اینکه قسم درآمدی بودجه باید بیشتر باشد که دولت فونکشن خودش اجرا کند. یعنی مشخصا من نمیدونم کدام نمود تجارت ها باید دولتی باشن و مثلا بسیار تجارت های هستند که فایده زیاد دارند، معتدل هستند، آسان هستند. تلفن های موبیلی هرچند این مثلا شرکت های ترانسنشنال هستند، البته لیکن راه اصول دارد که ما باید فایده اونها را بیشتر به قسمی درآمد بودجه روان کنیم. مثلا کارکردی کانهای فایده آور از قبیل طلا، نقره مثلا و دیگر سنگ های قیمت بها که بعضی اینها مثلا در طبیعیت یا اینکه استفاده بعضی شرکت های هستند که فقط یا انداز میسپارند یا که بونوس آبنوی میسپارند و در مجموع فایده بیشتر اونا میگیرند، ولی مردم که از بودجه مثلا انتظار است خب قسمی درآمد بودجه غنی نمیشود. یعنی شما فکر میکنید باید این نمود تجارت ها منپول دولت باشند، تجارت فروش تلفن موبیلی، اگر خطا نکنم تجارت داروواری گفتید در انجمنتان و تجارت این اینجا یک چند پهلو دارد. مثلا هم تامینات مردم با مواد خوراکه یعنی عضوقواری و داروهای طبی این صفتی خوبتری محصولات نظارت کرده می شود. ما امروز در تجربه دیدیم که همین تاجری که ما امروز داریم ما با این تاجر همه چیز باور کرده نمی شود. برای چی؟ ما دیدیم که همین داروواری که امروز در دکان‌های مثلا تاجیکستان می‌فروشند، دکان‌های داروواری، بعضی تاجرها رفتند به پاکستان، به هندوستان، به روسیه از یک تبلت که 10 تبلت که ساختند. یعنی دهقان عادی وقتی که میگوید فشارش بلند میشود یک تبلت میخرد، هیچ فایده نمیکند و میترسد که 10 تبلت بخرد. ببینید لیکن ارزش اونو با ارزش آن همون است. ولی جناب اسمانزاده ببینید این تجربه که شما گفتید در اکثر کشورها مثلا کشورهای اروپایی ناکام بود. دولت تقریبا یگان بخش تجارت را منپول خود نکرده است. در دوران شوروی هم همه چیز در اختیار دولت بود که عاقبت این ناکام بود. مثلا چرا شما باور دارید که این وقتی دولت اشتراکچی بازار شد آیا این باعث رکود بازار نمیگردد؟ فکر نمیکنید دولت باید نظارتچی باشه؟ من شما را فهمیدم. دولت نظارتچی ببینید راه‌های دیگر است. ما بیایم این تمام قانون ها تمام ارزش ها را مطابق اون بگیریم که این قانون ها ارزش ها برای کی است؟
برای مردم تاجیک است، برای مردم تاجیکستانی است، هم مسلمانان نماز جمعه میرن برآمده با نیمش دروغ میگن. همین همونش که 5 وقت نماز میخوند نماز جمعه میرود، نه که در دوروبریش همه در وقت پاندمی 10 برابر قیمت. نه اینجا دولت میتونه بخش نظارت را کنترل کنه، نه اینکه زیر منقول خود. یا دقیقاً شما سوال فقط حاونی نگیرید، بیا تحلیل کنیم، بیا تحلیل کنیم. ما به حاونی نمیشود این سوال. ببینید دولت باید در یک مرحله، چون ما دولت میسازیم، ما جامعه دموکراتی را ساخته ایستاده‌ایم. مردم در دوره مطابق شوی به ارزش‌های دموکراتی است. مردمی هست که با تمام ارزش‌های زندگیش کمونیستی است. مردمی هست پر خونش زندگیش اسلامی است. دیگری هست که مثلا یک گروه جوانایی هستند که 50-60% جوانایی هست که ارزش‌های دموکراتی را میگن، نه که عموما نمیفهمن که ارزش دموکراتیش چی است. چیزی میخوام دقیقی میخوام باکی میخوام کی میخوام ابراز میکنم. ببینید برای این گونه مردمی که چنین ارزش‌های زندگی و مثلا چی بگیم هستی اونو گوناگون است، دولت باید تنظیم کند. ما جامعه را ساخته ایستادیم، این اروپا نیست. مثلا تاریخ مثلا ما دیگر است. شما دوره شوروی را در نظر آوردید. خب شاید یک دقیقه نه شما بیسین اگر صحبت میکنیم بیا تا آخر بیسیم گپ نبر مولا رجب. اگر وقتی که ما دوره شوروی را مثال میبریم بیاد بگیریم، در دوره شوروی تمام قسم نیازمند اهالی مشکلات نداشت. 60 سوم معاش میگرفت، در 60 سوم مثلا چند قبچه ارد روغن دیگر تمام خوراکا بعضی چیو طلبات یو قانع بود. تمام علیم مثلا تمام شخصانی که سوهای قدرتی دیگر هستند معاش موافق میگرفتن، ارزنده میگرفتن، محتاج نبودند. ما ارزش‌های دموکراتی میگوییم، بله، نه که همه چنک‌ها را به زندگی اروپا، فرانسه و امریکا و آلمان ما این چنک‌ها را مونده در تاجیکستان زندگی کرده نمیتوانیم. مثلا بین اروپا را نمیگم، ارزش اینا دیگر است، چون ارزش دموکراتی میگیم دیگه اروپا را در نظر داریم. مثلا در کشور روسیه، مثلا قرقیزستان یا ترکیه یا کشور آسیا مثل سنگاپور دیدیم که دولت همه این بخش‌ها رو خصوصی کرده است. دولت تنها نظارتچی است. چرا ما تجربه ناکام رو گرفته دوباره جلو کنیم؟ ما در زینه گزارش هستیم. باید یک قسم اینها در حالتی که قسم درآمدی بودجه محتاج است منبع نداریم. یعنی باید ما یک قسم آنها را باید دولتی، در یک قسم آنها 50-50 باید دولت کار کند، در قسم دیگر الترناتیو نسبت تاجر باید بماند که تاجر صفت محصولات بهتر، خوبتر و بی خطر را به مردم بفروشد. امروز در تاجیکستان روغن پالما وارد می شود، هزارها تن. کی وارد میکند؟ تاجر. تاجیک است، مسلمان است، همه همین نماز جمعه میخواند. یک دقیقه همه همین مثلا 5 وقت نماز میخواند. مسلمان شهروند جمهوری تاجیکستان، شکل روی خوب داره، زندگی خوب داره، لیکن روغن پالما در دنیا در هیچ جای استفاده نمیکنند. در خوراک، در سمیتن میکنند، در تورک میکنند، در تمام نمود روغن‌های دیگر استفاده میکنند. اساس پیداشوی ترامپ روغن پالما است. شما یا بر بیمارخانه رو ببینید، یا بر گوش کنید، یا بر برید پلیکلینیک رو ببینید، فکر میکنید که اپیدمی است در تاجیکستان. برای چی قدر مردم کسل است؟ انامین صفت پست خوراکوری که به تاجیکستان وارد شده است. همین دولت نآورده، انامین تاجر آورده است. پس برای بر نظام در آوردن انامین مکانیزم دیگری دوره گزارش در کار است. ما پیشنهاد نمیکنیم که تجاری همه را کنده بگیرن، نه. اونا تجارت کن در برابر اون دولت اشتراک کند. دیگرین گپ در سر اون میرود که وارد کننده است به تاجیکستان. من در نظر داشتم مثلا شکر، خب موادهای شیرینی، ارد، روغن و دیگر گوشت و دیگر چیزایی هستند که استراتژی هستند، موادهای استعمالی روزمره هستند، هر روزه هستند، طلبات هر روزه مردم است. بسیار اینها را دولت باید مکانیزم ایجاد کند که انبارهای کلانی پرتافته شده داریم. ما خلدیل یعنی کامیرای سردخانه کلان داریم که هیچ که استفاده نمیکند. اونها را تعمیر کنند، اونها را درست کنند، بعضی مواد را دولت وارد کند با بانک خودش. اکنون نرخ معلوم می شود، صفت معلوم می شود، با تمام تاجر بفروشد، دولت نفروشد. در این هم صفت هم نرخ دورتر رفتیم، هم صفت هم نرخ یعنی رعایت می شود، نظارت می شود، تنظیم می شود. ما نمیتونیم خوراک مثلا بد صفت خب همشه مثلا با مردم بفروشیم. هنوز سرحد ما 100% همه نظارت سیمخور زده سالدت نایستاده است.
در همه جا قاچاق‌ها هستند. خواهش می‌کنم به مسئله انتخابات اگر برگردیم، من برنامه حزب دموکرات و چند حزب دیگر رو مطالعه کردم و برآمد رهبرانشون رو گوش کردم. اساساً برنامه پیش از انتخاباتی این حزب‌ها به مسائل‌های اقتصادی محدود می‌شود. چرا به مسائل‌های سیاسی، آزادی بیان در برنامه حزب‌ها از جمله حزب دموکرات اشاره نشده است یا مفصل گفته نشده است؟ اگر دقیقاً بگویید. برنامه مشخصی ما خب ببینید اینجا به طوری کم ترک نمیاک میگن روسو کم ترک ما دادیم در برنامه مثلا وسیع، ولی در برنامه من در شبکه‌های مثلا اجتماعی در اساساً در آینه نیلگون که یک ساعت وقت میدن، در اونجا من مفصل برنامه مفصل پیشنهاد میکنم. درباره آزادی بیان و درباره حق و حقوق مثلا روزنامه‌نگاران برنامه مخصوص داریم ما داریم. مثلا در همین روزنامه در برنامه ما همین است که اگر فقط پهلوی روزنامه‌نگار بگیرید، بر روزنامه‌نگاران مثلا حقوق دستنارسی باید ما بدیم. اونا حقوق داشته باشند به دلخواه کارخانه، دلخواه وزارت، دلخواه جلسه وارد شوند، ببینن چی است به مردم بتیان. اگر در اونجا مقابل حکومت است، مقابل ارزش‌های ملی است، دولتی است، خب روزنامه‌نگار دیگه از پیش خودش یک چی نمیکند. همون چیزی در اونجا صادر شده است، همون گفتن، خب اونا به مردم، به دولت، به دیگر عامه پیشنهاد میکنن و ساختارهای دولت بگذار ببینن، بها بدن و یک چاره ببینن. مقصد ما همین است. ببینید اگر روزنامه‌نگار در همه جا درآمده نتواند، در همه جا مکتوب، اگر روزنامه‌نگار در هر قدر مشکلاتی داشته باشد که وارد شده نتواند، پس معلومات ما از کی بگیریم؟ اما ما در این باره در پارلمان باره شاهد نشدیم که شما در این باره یگان با وزیری نمیدونم کارهای داخلی یا با وزیر فرهنگ یا با یگان مقامدار دیگر همین مسئله رو در میان گذاشته باشه، مسئله حقوق روزنامه‌نگاران. ببینید گپ در سر اون که موضوعی که در پارلمان بررسی میشوند موضوعهای متخصصی صحوی و او برنامه است که در اونجا معرفی میشود. ما نمیتونیم که از موضوع دورتر برویم، ولی در این موضوع پارلمان مخصوصا من خوب مکتوب به حکومت روان کردیم و حکومت به زیر ساختارهای خودش روان میکنه. مثلا قانون درباره جزا برای پخش اخبار غلط که بسیار سازمان‌های جمعیتی ناراضی کردن که قبول نشد، در پارلمان قبول شد. پارلمانی که شما عضوش هستید، شما در این باره ناراضی نکردید که یعنی چنین چیزی رو قبول کردن یک وسیله فشار میشه؟ اگر آوازدهی را میدیدین، نه تنها من، یک چند نفر در اونجا مقابل بودن، در اونجا 100% این قانون قبول نشده. شما مقابل آواز دادید؟ مثلا من و یک چند نفرای دیگه بودن که این قانون باعث بحث است. ببینید غلط در کدام حالت می شود؟ اگر که مثلا یک معلوماتی می شود که خوب روزنامه‌نگار اون دید، ثبت کرد، داد، ولی حالت‌های دیگر اون ساختارهای نظارتی تفتیشاتی باید بیاموزند و همون غلط شماریدن و گفتن که مثلا این غلط است و این مطابق قانون برده زندان کردن، این نادرست است. لیکن اگر روزنامه‌نگار دلخواه شخص در اینترنت ببراید بگد که مثلا فلان رهبر حزب، فلان وزیر اورینتاسیون نادرست دارد، فلان کس چقدر خانه و اشیا و زن و نمیدونم دیگر چیزهای دیگر دارد، فلان شخص یک فکت و مثلا رقم های میگد که اونو اثبات نشونده‌اند، تهمت است. ایمیج یک آدم در بین مردم مثلا دیگر میشود. ما مردم اروپا نیستیم، ما همه چیز بسیار مثلا جدی قبول میکنیم. وقتی یک کس میگن که بسیار پرایون اورینتاسیون دارد، خب نیم مردم هم حذر میکند، اما میگن. لیکن وقتی که همین میگوین همین گپ نادرست است، برای چون جزا نگیرد؟ درسته. جناب اسمانزاده، بیاید درباره انتخابات یک چیز دیگر بپرسم که با معلوم شدن این نامزدها تا امروز 5 نامزد معین شد. با معلوم شدن این نامزدها به مقام پرزیدنتی، بسیاری از کارشناسان گفتند که انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر امسال از روی همون سناریوی انتخابات سال 2013 برگزار می شود و حتی اشتراکچیان تغییر نیافتند. شما با این نظر موافق هستید؟ من فکر میکنم که انتخابات سال 2013 انتخابات اون دور مردم دیگر بود، اطلاعات دیگر بود، شبکه‌های اجتماعی دیگر خیلی کار میکردن، ارزش‌های دموکراتی در تاجیکستان در دنیا دیگر بود. تأثیری دولت‌های دموکراتی و یا که دولت‌هایی که نهایت نفوذ در دنیا دارند دیگر بود، علاقه دنیا دیگر است و نظارت این انتخابات، نتیجه‌های انتخابات
بررسی برنامه‌ها، اشتراک همه این در مد نظر همه بسیار کشوده روشن میموند و تشکیلات‌های دیگری بین‌المللی هستند. مثلا اینستیتوت دموکراتی است که این اومدن نظارت میکنند و اونو در کدام شکلی که اگر تاجیکستان نگذراند انتخابات اون نظارت میکنن بهای خودشون هم میتونن. ما عضو جامعه جهانی هستیم، عضو سازمان‌های منطقوی مثلا دنیوی هستیم، ما نمیتونیم که تمام ارزش‌ها را خط بزنیم. خب هیچ که ما هیچ کار شما کردن با نمیتونیم. نظری که من گفتم که انتخابات از روی همون سناریو میگذرد راضی هستید یا نه؟ نه راضی نیست. خب باشد. ولی یک سوال اساسی که بسیار در اطراف نام حزب شما و دیگه حزب‌ها میچرخد. بسیاری ها میگن که حزب شما تنها برای پررقابت نشان دادن انتخابات وارد این کارزار سیاسی شده است. در دایره کارشناسان حتی گفته می شود که برای جمع آوری امضا حکومت به شما مدد میکند و نامزدیتان هم از سوی حکومت پیشنهاد شده است. ببینید من شخصا بسیار شخص مستقل هستم. من ارزش‌های همه زندگی همه را اعتراف میکنم. در برابر این ارزش‌های زندگی خودم پیشنهاد میکنم. و اومدن من به حزب دموکرات هم بسیار اعضای حزب سابقه دارا باورم نداشتند. لیکن من اثبات کردم که من حزب پارلمانی شد. یک ما اعلان کردیم که حزب دموکرات تاجیکستان حزبی اپوزیسیون کنسترکتیوی، یعنی با همه اصحاب کار میکنیم، با همه طبقه های جامعه کار میکنیم، علل خصوص با حکومت، با حزب حکمران. برای چی؟ نفوذ بیشتر دارد. ساختارها اداره دولت در دست حزب حکمران و حکومت است. برای چی با این ما کار نکنیم؟ لیکن نوابسته از این، از تجربه پارلمانی من میدونید که من تمام نقطه هایی که نوابسته از او شخصیت کی است، منصوب به کی است و خیشتوار کی است، منصوب مثلا یک وزارت یک شخصیت کی است، من بسیار انتقاد سخت میگرفتم و پشتیبانی از مردم و از منفعت های مردم میکردم. چی کارت پلاستیکی بود، چی اینترنت بود، چی درس‌های بانک، قرض‌ها بود. خیلی موضوعهای زیادی بود که ما در مقابل جریانی همه حکومت ما کمبودی‌های زیر ساختار را گفتیم برای اصلاح پیشنهاد کردیم. پس کجای ما همین حکومتی است؟ اما کدای همین ما اگر ما حکومتی باشیم خط معین کشیده شده است که از همون خط سرخ گذشته نمیتونه، تو همون خط میتونه تنقیح بله. خط سرخ کدوم است که وقتی که من استعفای یک وزیر پیشنهاد میکنم، وقتی که من مثلا یک ساختار پررنگ زیر تنقید میگیرم که همین کاری همین مثلا وزیر ضد ارزش‌های دموکراتی، ضد حکومت است، ضد حتی مثلا سیاست پرزیدنت است، ضد منفعت‌های ملی است. خب اینا کشو در روشن گفتنم کار آسان نیست، هر کس هم نمیگوید اینا. لیکن ما این مثلا شما خودتون هم شاهد هستید. من فکر میکنم که در همین 7 سال اخیر دیدید که موضوع گوناگون بود. حتی در بعضی سایت‌ها شخصی که مقابل مثلا روش آب میرود گفته مثلا مقاله مینویسند. لیکن با در نظر بگیرید که شخصا به من زیاده از 4000 عریضه وارد شده است. زیاده از 4000 عریضه که همه عریضه ها رو ما بررسی کردیم. کم عریضه ایمان که قناعت بخش نشد تا حد اون که مثلا پرکرو یا ناحیه را از کار گرفتن در اساس عریضه شهروندان. عذر زیاد که بله جریان است دیگه. پاسخ ما گرفتم اما وقتی ما عذر کمی محدود است. دو سوال خیلی کوتاه دیگه داشتم. ما این سوال رو از همه نامزدها میپرسیم، از شما میخواستم بپرسم اگر در دبات یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان روبرو شوید با او چی سوال میدهید؟ اگر چنین شرایطی فراهم شد که همه نامزدها در دبات اشتراک کرده. البته سوال همین است که نوابسته از اون که کدوم حزب حکمران یا که دیگر حزب وقتی که به سر قدرت می آید برای اصحاب سیاسی دیگر برای در عمل نشان دادن موقع و برنامه و آیین‌نامه‌اش چه امکان می دهد. یعنی در دولت داری مثلا در حکومت اجرایی اونا را راه میتیند یا نمیتیند. یا کمی خیلی رنگی بچه اوگای میموند. منظورتان دادن من تقسیم حکومت با ҳизбҳои همه حزب‌های سیاسی در یک سطحی باید که تقسیم باید باشد. همین سوال را میپرسید. همه حزب‌های سیاسی باید در اداره دولت اشتراک کنند. برنامه خودشون را کی هستند، چی امکان دارند، چی نامزدا دارند، باید با مردم، با حکومت، با جامعه نشون بدهند، حصه‌گذار باشند، همچون یک بیسپلاتنی کامنتاتور نباشند.
از این مثلا برنامه چی بگیم روزنامه به یه روزنامه دیگر نه، در عمل ما چی کرده میتونیم؟ حزب‌های دیگر متخصص زیاد دارن، ما بسیار کارها را کرده میتونیم. ما از بعضی متخصصی که امروز در سوال کار میکنن بهتر خوبتر متخصص داریم، میتونیم اونا رو پیشنهاد کنیم. همصحبت امروزه ما بودن ساidҷаъфар усмонзода، رئیس ҳизби демократ و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. تشکر از وقتی که جدا کرده. تشکر از شما برای توجه. تشکر.